براتون پاساژ تور بگیریم. بچه اینجا یه املاکه، اینجا دوباره املاکه، اینجا عشق ایشون. وای بچه من اینو میخوام فقط پرسپولیسشو بریم. تولد من نزدیکه. دی ماهیه. من فیگور میخوام. مردن کبوتی. بچه ها هندونه، بار هندونه، دوباره انا. ای بچه ها واسه من باید پیانو و این جبه ها بگیم. بچه ها از اینا از ناست که هرچقدر هولش بدی برمیاد سر جاش. آخ جون ماشین. بچه ها نگاه کنید چقدر گل. اینجا پلاشه. مای بیبی. بچه ها مای بیبی رو ببین. گارفیلد رو ببینید چقدر این وسط زشت شده. این گارفیلد همون زرده. اونجا همون زرده. این گنده. خب بریم با طبقه 4. جهان تو. جنی کیسه جهان این. بچه بریم. وای نه اینو برام نگیری تو واقعا دوست من نیستی. خب باشه من دوست نیستم. خیلی سعی. وای بچه ای مسی. بچه هر کی از مسی بعدش بیاد برای رونالدو فقط تو کامنت بگید. حالا منه رئال. نگاه کنین پله ها. بچه ها عشق ما بدل جای بچه ها اسکلت ها رو ببینید. اینا وسط سنگن. بچه ها میدونین اینا وسط سنگن. آره 90 تومنه. آره بچه یه لحظه بیا بالا. بچه اینو تو فلوجر خودمون یه چیزی همین شکل میده فوقش 20 تومن 90 تومنه. پشما. بچه ها این دستبندای آهن ربایی که اونجا قلبه رو میتونیم با رفیقاتون ست کنیم. نه خیر. مال بچه ها توریه ستایی ست کردیم با این اسکولت. کاکا سنگی. بام برا بابام. چه اوزی چه قیچی. خب بچه ها برای تولدم فکر کنم از بدون یادم پشیمون شدید نه؟ دقیقا اصلا پارسال تولدم برام مهم نبود. نمیدونم چرا قرار بچه این تنه ها رو بچه ها یعنی همش رها به من میگه خودتو برام بیار. یعنی هر چیزی که بگی میگه ببین برام مهم نیست چی میخواد برای تولدم بگیره ولی اگر برام جدی دارم بهت میگم اگر برام لباس بده آرمانده نگیری یعنی دیگه نه من نه تو. اینا چه خوشگله. خیلی خوشگله. بچه ها برای تولدم نه برمش خانه کودک. کو برای تولدم برای بچه ها و دوباره طبقه دیگه میخوایم بریم بالاتر. بچه ها برای نمیخوام بگم برای تولدم برای پیروز احتمال خفه شو. بچه خانه بازی آو بدن سازی. واقعا نمیرید داخل؟ چقدر پول بدیم بریم از این سوسار کوچولو در حالی که سوساری انقدر در رایگان توی پارکه. بچه ها این میخواد بره این پشتیبونش اسکو. بچه این چی مرض بگیریم. نمیترسه. وای اونجا رو بیرون نمیترسم استرس میگیرم بعد از استرس میافتم بعد میمیرم. بابا آسانسور رو ایستگاه کردی. بچه ما تا حالا 2 بار آسانسور ایستگاه. بچه ما یه بار آسانسور ایستگاه اونجا بچه داشتم پله ها میمدن بالا
پله ترک داشت، پامو گذاشتم رو ترکش، احساس کردم دارم میافتم و ریدم تو خودم. چه لازم آرایش خیلی رنگمون داره. وای خدای مال ما بچه ها انقدر پشت نداره. ببین نایک نایک اینه ای بی پلنه علی مثل چی دارم میگم ای بی پلنه نوکنی پل چیز مثل هرمه بچه گوچی بود اون کالاها یادم آهنگی افتاده بود اشتباه خوندم یه لحظه بچه ها جهان دومه بس هنگی دیگه که آدم برج ایفل. بچه ها ما یه چیپس گرفتیم با یه دونه از اون کیکس مکس ها. موبایل فروشی انقدر که وایسادیم اونجا، یعنی هم اون اذیت شد هم یعنی شب شد. الان نشونتون بدم، نگاه کنید شب شد، خیلی اذیت شد. تا یه ویدیوی بعدی خداحافظ. See you later. آخره مار داری تو دل بری اما میگذری از عشق تو همش سرسری ماما مقره مار داری تو دل بری اما میگذری